لیست چک هایی که امروز میخوان سررسید بشن و میخوایم داشته باشیم توی این جدول. ببینیم فرمولش چیه. ببینید از آفیس 2021 اگه استفاده کنید تابع فیلتر داره. توی ورودی اول محدوده دادمو میدم، توی ورودی دوم میگم ستون تاریخ سررسیدم باید برابر باشه با امروز، ولی خب اینجا من تاریخ شمسی حالت متن رو دارم، اما این قراره، این تابع توده قراره واسه من تاریخ میلادی رو برگردونه. پس از تابع تکست استفاده میکنم، تابع توده رو تو دلش میذارم و توی ورودی دوم داخل دابل کوتیشن این کد رو می نویسم، دابل کوتیشن رو میزنم، پرانتز تابع تکست بسته، پرانتز تابع فیلتر بسته، اینتر، و این میشه لیست چک هایی که امروز سررسید میشن.